السلام علیکم هموطنان عزیز. من یک سخنی ناحیه ورسی اپای سلیمه از روزی که مثل بعد جنگ‌ها بعد همین زندگی تنج اورم وقتی که جناب اولی سرور دولت شدن از همون سالها مثل مهنت زحمت‌های جناب دیده آرزو می‌کردم که مثل همین یک سخن خوب تیار کرده بودم. آرزو می‌کردم که همین سخن‌های خودم در حضور جناب به زبان خودم بگم، اما افسوس که موفق نشدم. بارها مراجعت کردم به حکومت ناحیه ورسی، موفق نشدم. برای چی؟ برای مهنت‌های جناب اولی، برای زحمت‌های جناب اولی. این روح‌ها را ببینید، آخه این کپروک‌ها را ببینید، این عبودی‌ها را ببینید، این قصرها را ببینید، این بینوها را ببینید، این تنجی و امانی را ببینید، این سری و پری را ببینید، این دولت تنج اورم را ببینید. برای همین به مادران مراجعت می‌کنم، همچون یک مادر ما مادرها باید فقط شکرگزار باشیم. ما مادرها شکرانه سری پری کنیم، شکرانه دولت تنج اورم کنیم، شکرانه فرزندای صالحه کنیم، شکرانه جناب اولی کنیم که این سرور عقیل کردان داریم که ما را به این تنجی و اورمی و این چیو رسانده. برای همین از همون روز در دلم آرزو که هم گفتم که وقتی که من سر کسور میرفتم، بسیار وقتا سر کسور به پدر مادر زیارت پدر مادرم قرض با عذاب با مشقت با چی قدر گریه و زوری و ورها در راه موندم. قریب سرمام زده قطعی فرزندم. و مزار حضرت سلطان میرفتیم، در مزار حضرت سلطان یک خاک بوده، در بالاش یک شاخ پرتفتگی اوخی حاضر بینین یک بهشت روی دنیا چیدد یا قلعه حجبو در استانوقه 9 میلیون میستم، در بالای چند خاک یک وجک خاک میگیره بالا روم. حاضر ببینید چه خیلی عبودی، چه خیلی تنجی و رومی و این کوری حد شوخی نیست. این مادرای عزیز، این خواهرای عزیز، این اکوهای عزیز، این کوری حد شوخی نیست. این کوری آسان هم نیست، کردن این آسان هم نیست. و تمام دولت دنیا ای پشت ما و دوستی رفت و رفاقت رفت، جون را به خوف خطر گذاشت، رفت برای ما تنجی کرد، آرامی کرد. این کوری حد شوخی نیست. رفتار خوب، گفتار خوب، این عقل رسوا رخدوان هر آدم نمیته. پروردگار میگه که ما بنده های دوستدار و خوب میکنم. این را ببین که این روحبر عقیل کردان و برای ما زنها از همه بالاتر که فقط ما زنها را دستگیری میکنن، فقط ما زنها را روبلند میکنن، فقط ما زنها را مثل همین با تنجی شکرانه میکنم. دوره و زمانه تنجی که فرزندای ما میرود در ملکای مردم کار میکنن، زمانه تنجی که مثل تنجک سرامون میمونیم خواه میکنیم، مثل تنجک میرم خدمت حربی میکنن. 1000 مرتبه شکرانه پروردگار. 3 فرزند ما خدمت حربی کرد، در خدمت حربی خدا 1000 مرتبه شکرانه خدا سر بدن بود خدمت واجی در ملکای مردم کار کردیستن، معلومات اولی دورن. 1000 مرتبه شکرانه پروردگار عبود کردیستن، عبودی کردیستن. همین تنجی که بچت ای خونت میروه، همین تنجی که یک عبودی برای همین مراجعت میکنم که شکرانه کنن. من یک سخن خوب تیار کرده بودم، آرزو کردم که در حضور جناب و زبان خودم بگم، در میرالی محمدعلی هم بدم، در سبخوز هم بدم، در سلطان کبیر هم بدم. همین خیلی کوشش کردم، به حد به اندازه موفق نشدم. نگذاشتم که من همین سخن را در پیش جناب بگم و زبان خودم بگم. آرزو میکنم که اینو خمیر فطیر کم ترک میگم. آرزو میکنم که با جناب دعوتم کنه، باقی مانده در پیش جناب میگم. الهی دولتت پاینده تا روز جزا باشد، گلی باغ مرادت در شکفتن هر صبا باشد. اگر دولت طلب داری دهد حق هر دو عالم را، به هر جای قدمانی نگهبانت خدا باشد. به هر جای قدمانی نگهبانت خدا باشد. قدی ثروت الهی خم نگردد، قدی ثروت الهی خم نگردد، دل شادت به دور غم نگردد. دعایت میکنم آمین بگوید، که یک ماه از سر تو کم نگردد. تو خدا دادی نگهبانت خدا، مرد آزادی نگهبانت خدا. در همه پست و بلند زندگی فخر اولادی نگهبانت خدا. نگهبانت خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیب جلد قرآن و حیاتت با صفا باشد. وقتی که در کجایی که سفر میکنم در نوره زنها مثلا در یگون جو توی دعوت میشم، در یگون جو مثلا یگون معرکه دعوت میشم. وقتی که خوشبختانه زبان گویا و عقل رسول را میکنیم که خوشبختانه وقتی که یگون زن درباره مثلا سیاست درباره دولت درباره یگون مصرفه که خطایی بگه، خوشبختانه صحبت میگم ای اپا ای خلا ای مادر شما چی وظیفه دارین؟
اوخی مو ضروره مو چی و با سیاست چی مو چی و با دولت چی ما فقط باید شکرانه کنیم در حق روبر دولت دعا کنیم در حق فرزندامون دعا کنیم در حق دولت تنج اورم دعا کنیم اوخی مو ای سیاست مثال در یک اویله ای مادری از در یک اویله بچت گپ تا نمیگیره دخترت گپ تا نمیگیره کلیندت گپ تا نمیگیره یک دولت کلان اداره کردن حد شوخی نیست این دولت کلان چند فرقه آدم داره این هر فرقه آدم چند خیلی فهمیش داره هر آدم هر خیلی فهمیش داره یک دولت کلان اداره کردن آسان نیست برای همین برای با خلقم بو در همون جا با سخن و با شعر با چی میگم ای هموطنان من پریشان نشوید میگم ای هموطنان من پریشان نشوید چون به خیردان جاهل و نادان نشوید این جنگ و جدال وسوسه شیطان است گمراه و وسوسه شیطان نشوید انا اکبر برای مادران میگم برای مادران میگم که ای مادرای عزیز شما خودتون حرمت احترام کنید شما را این رهبر دولت حرمت احترام میکنه آبروی اهل دین از خاک پای مادر است آبروی اهل دین از خاک پای مادر است هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است هرچی فرمود هرچی فرمود در قرآن کریم صاحب قرآن بگفت زیر پای مادر است شیر مادر از تراوش های خون جگر است زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است آهن و پولاد بسوزد دیسوزی مادری سینه سوزان او چون کوره آهنگر است خواهی که خدا از تخش نوت شود سرمایه عمری تو هم از سود شود در بدن رضای والدینت باشی این مراجعت به خلقه تا جمله گناه از تو نابود شود کیست بدبخت آن که آزارد پدر کیست بدبخت آن که آزارد پدر یا که با مادر سخن ورزد به قهر در دو عالم عاقبت رسوا شود 7 در دوزخ بر رویت وا شود همین سخنان را جناب میگن 7 در دوزخ بر رویش وا شود توبه اش نبود قبولی کردگار می شود او دشمنی پروردگار مادرها را حرمت کنین احترام کنین پدرها را حرمت کنین احترام کنین به جوانان مراجعت میکنم و همه مرتبه و به همه منزل مثلا میرسید ان شاء الله به امر خدا وقتی که حرمت احترام کردید فقط فرزندات حرمت میکنن فقط حرمت ای فرزندات میبینید یگان مادر بدبختی فرزند نمیخواهم یگان مادر بدبختی فرزند نمیخواهم ما برای با فرزندان زنده ایم پروردگار دویم تنج آرام باشه و داغ درد فرزندان را نبینیم دولت تنج آرام شکرانه دولت تنج آرام شکرانه ایقا پیشروی شکرانه ایقا مثال ایقا آبادی و ایقا خوبی و ایقا آخی این بدهنگ گفتن بود نمی شود